مسجد چند تا میاد؟ امروز ببینید که حتی هوا نیز میگیرد و نقش فاروق قاسمов در تئاتر تاجیک در پیشرفت تئاتر تاجیک بسیار بزرگ است. این کس هم با نقش آفرینی خود هم با کارگردانی خود با تئاتر ما یک اگر به اصطلاح گویم یک تبدلات کلان وارد نمودند. در مثلا روش تئاتر دنیایی من خیال میکنم که در مثلا تقدیر تئاتر دنیایی استاد فاروق قاسم یک نفری بودند که یک گردشکی را وارد کردند. یک گردش در تئاتر دنیایی که یک شاهراه بسیار بزرگ است. اگر یک گردشکی خورده باشه برای ما خیلی مثلا دستاورد بزرگی مثلا میلی ماست. چرا مثلا پیوندی به خصوص کار بزرگترین استاد من خیال میکنم که پیوندی همون شعر عرفانی ما تصوف و تئاتر، یعنی پلاستیکای بدن و تفکر. وای دادا جان، وای دادا جانی من، وای دایی خودتی، وای کجا برسی؟ از همه شما احترامونه خواهش میکنم که در روزنامه‌های روسیه، پریبالتیکا، کافکاز، تاشکند و دیگر کشورها برای صحنه‌هایی که تو گذاشته بودی تاجیکستان عزیز ما رو سال 1990 مکه تئاترهای سویتی را بوده بودند. او در انبوه جنگل بی‌پایان یک پیراهی نگشود که امروز با این پیراها و فردا همکسبان و شاگردان و تدریج و قله مقصود نزدیک می شود. سر خود برد دیگه اینجا افسوس کنه.